سلام به همه فوتبالیا رفقا، چطورید؟ خیلی خوش اومد به کانال آفساید. امیدوارم که هر کجا هستید صحیح و سلامت باشید. سال نو رو بهتون تبریک میگم. محمد هستم. بریم که با هم دیگه ویدیو داغ رو داشته باشیم. خب بریم سراغ وینیسیوس جونیور که تو این هفته یا حتی میگم این ماه‌ها داشت کلا با نجات پرستی شدن خودش توسط هواداران و بعضی از رسانه‌ها دست و پنجه نرم می‌کرده. اما بالاخره روز دوشنبه توی کنفرانس خبری قبل از دیدار اسپانیا و برزیل از وینیسیوس پرسیده بودن که چه چیزی تو رو باعث ناراحتی و نجات پرستی میکنه، اون دیگه نتونه جلو خودش رو بگیره و زد زیر گریه. و همینطور بعد از چند لحظاتی که داشت گریه میکرد و همینطور داشت اشک میریخت، از اون پرسیدن که چی شد که اینطور به گریه افتادی؟ و اون جواب داد که نمیخوام رنج سیاه پوستانه‌ای که خانواده‌ام و حتی نسل‌های قبل من دیدن رو دوباره مردم تجربه کنن و به اون یادآوری بشه. و همینطور بعد از این قضیه خوزه لوئیس چیلاوت، سنگربان سابق پاراگوئه، یعنی دروازه‌بان سابق پاراگوئه، در بین علاقه‌مندان فوتبال که چهره شناخته شده هم هست، توی ویدیویی که از اشک ریخته شدن وینیسیوس جونیور داشته گفته بود که وینیسیوس انگار داره نون و آب در آوردنش رو از راه اشک، نون و آب در آوردن خودش رو از راه اشک ریختن به دست میاره. انگار یه سیرک شده. وینیسیوس مرد باش، فوتبال جای مرداست. خلاصه بریم سراغ آرسنال. هافبک 25 ساله انگلیسی خودش یعنی دکلان رایس که صحبت جالبی رو درباره رودری، مدافع هافبکی تیم منچستر سیتی اسپانیایی کرده. داخل لیگ برتر توی دیدار حساسی که هفته بعد 23-24 رو دارن، تیم منچستر سیتی و آرسنال که روز یکشنبه به مصاف همدیگه میرن، دکلان رایس حرفای جالبی درباره رودری زده. گفته که بهترین شماره 16 جهانه و حتی نحوه بازی کردنش و جایگیری دقیقش و همچنین مهارت بالایی که داره میتونه توی اتصال خط دفاعی و خط حمله کمک بکنه و تحسین برانگیز به نظر برسه. و قطعا تیمی که رودری داخل اون بازی کنه بهترین تیم دنیا خواهد بود، همون منچستر سیتی خودمون. و یه خبر مهمی هم که داریم آزاد شدن دنیال وزه که بعد از 14 ماه و 5 روز حبس اسطوره باشگاه بارسا موقتاً به قید وثیقه آزاد شده. حالا موضوع چیه؟ موضوع قراره که با یه وثیقه 1 میلیون دلاری از زندان آزاد شد. حالا چجوری آزاد شده؟ با یک وثیقه 1 میلیون دلاری از زندان آزاد شد و یه جوری میشه گفت کار اولیه‌شو پدر نیمار وثیقه گذاشته. اما بعد از رسانه‌هایی که کاتالون مدعی شدن، ممفیس دیپای وثیقه 1 میلیون دلاری رو پرداخت کرده. بازم به طور مشخصی معلوم نیست. اما به هر حال 2 روز پیش، یعنی روز دوشنبه ساعت 11:05 صبح آزاد شده. و شاید براتون سوال پیش بیاد که آیا دنی آلوز که با این همه سابقه حضورش در تیم‌های پر افتخار مثل پاریس سن ژرمن، بارسلونا، یوونتوس و توی حساب بانکیش حتی 1 میلیون یورو نداشته؟ باید بگم که همینطوره. به قول موکلش که اعلام کرده بود داخل بانک‌های استفاده بانکیش داخل برزیل و اسپانیا کلاً 51,000 دلار یافت شده و میشه گفت عجیبه واقعا. و یه خبر شوکه برانگیز دیگه، تهدید خانواده آنخل دیماریا به مرگ. 1 هفته قبل از اینکه دیماریا بخواد به فوتبال خودش و بازی در بنفیکا رو اعلام کنه، به گفته رسانه‌های آرژانتینی یه تابلوی مقابل در خونه‌شون که یک مرد 36 ساله معمولاً تو زندگی می‌کرده، حتی به خانواده دیماریا گفته که حتی ماکسیمیلیانو فرمانده روزاریو نمیتونه امنیت جانی خودت و خانوادت رو توی این شهر تامین کنه. و به پدر آنکل دیماریا گفته بود که به آنکل بگو که برگرد روزاریو و از اونجا بر نگرده و ما قرار نیست که کاغذهای خالی رو جای بذاریم، ما فقط گلوله و آدمای کشته شده رو به جای خودمون میذاریم. و یه خبر جالب دیگه رو که بهتون بگم این که لواندوفسکی قرارداد 100 میلیونی عربستان رو رد کرده. لواندوفسکی بهترین گلزن آخرین قهرمانی بارسا توی اسپانیا تا تابستون 2025 با همراهی با گزینه تمدید قرارداد که به مدت
1 سال قرارداد داشت و حقوقش هم با بارسا حدود 8 تا 7 میلیون در سال بوده و البته که با چیزی که عربستانی ها پیشنهاد دادن اختلاف زیادی داره و همینطور به گفته خود لواندوفسکی تمام تمرکزش رو روی این فصل بارسا گذاشته و میخوان که سهمیه اروپایی کسب کنن و اینکه لیگ قهرمانان رو این فصل با موفقیت به سر برسونن و اینکه لواندوفسکی گفته بود که تمام تلاش داره تا توی اروپا بمونه و یه جورایی مهمترین هدفش هم توی اروپا موندن و به این زودی‌ها قصد نداره که از اروپا خارج بشه و بره به عربستان و اگرم روزی بخواد از بارسلونا جدا بشه امیدواره که بتونه توی آمریکا ادامه بده. و اینکه یه خبر دیگه هم بهتون بگم میونه این همه اخبارات یه 2-3 تا سمی رو براتون آماده کردم. یکی این که تیم ترکیه‌ای فنرباخچه تلاش این رو داره که از لیگ ترکیه خارج بشه و بخواد وارد لیگ‌های اروپایی بشه و همینطور یه میشه گفت خب غیر ممکنه چون که سالهای قبل اگه یادتون باشه بارسلونا میخواست یک ایالت جدایی رو برای خودش رقم بزنه. همونطور که میدونین بارسلونا با اون بزرگی و با اون عظمتی که داشت نتونست همچین کاری رو بکنه دیگه، چه برسه به فنرباخچه. خلاصه که دوستان بله فوتبال همینطوریاست. خب امیدوارم که از ویدیو امروز لذت برده باشید. لایک ویدیو، سابسکرایب کانال و اون زنگوله کوچیکش رو هم فراموش نکنید. خیلی لطفی تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. یا علی، خدا نگهدار، فوتبالی باشید.